دسته داخل هم بایستی ببینیم کدوم دسته مال این سمت کاره. ببینید جلوی کار مال این سمته. حالا من گوشه جلوی کارم یه علامتی رو زدم برای اینکه ببینید دقیقاً این تابلوها رو به روی هم قرار بگیرن. الان من این گوشه جلوی کارم هم یه علامتی زدم. پس اولین کاری که میکنم این علامت گوشه کار رو قشنگ میذارم روی همین علامت و یه دوختی رو انجام میدم که این الگوم از سر جاش جابجا دوخت نشه. پس از گوشه کار که علامت زده بودم دو تا گوشه ها رو با نوار بین دوختم و انجام دادم. حالا باز این مسیر رو برمیگردم و به سمت پایین. ببینید علامتی که برای استوب من قرار دادم، ببینید روی دسته داخل علامت استوب هست، اینجا رو دسته بیرون علامت استوب هست. یعنی دقیقاً این علامت ها وقتی درست دوخت میزنیم دقیقاً روبروی هم میفته. که حالا باز این دوختم ها از این سمت شروع میکنم. ببینید به این صورت شما نوار بین رو به دسته داخل و بیرون دوختین و گوشه های جلوی کارتون دقیقاً روبروی هم قرار گرفت. گاهی اوقات میبینید که مثلا اینجوری میشه، یکی عقب جلو میشه، به خاطر اینه که همین علامت ها رو روی کارتون لحاظ نمیکنید. ببینید یک سمت دسته و یک روش دیگه. این دسته بیرون رو که از این سمت دوختین رفتین اون سمت، حالا برای دوخت دسته داخل باید از اون سمت دوخت کنیم بیاین این سمت. اگه نمیخوایم با روش علامت گذاری گوشه های کار شروع کنیم به دوخت، اون روش هم جوابگو هست. اما برای پارچه شما چون دیگه نوار دوزی نمیشه، میتونین از هر جا دوختتون رو قطع کنین و مجدد برگردین به همون مسیر. به این صورت دسته بعدی رو هم دوختش رو انجام میدین. بعد از اینکه دسته های هر دو طرف رو دوخت زدیم، حالا میریم سراغ تکیه و پشت کار. ساسون هایی که روی کار دارین رو اول دوخت ساسون ها رو انجام میدیم. ببینید ساسون ها رو همه رو من علامت هاش روی کار لحاظ کردم. به انتهای ساسون بایستی به صفر برسونیم که روی کار چروک نباشه. به این صورت خط روبروی هم این سمت کار هم همینطور روبروی تکیه ساسون های روبرو رو هم دوختش رو انجام بدین. این قسمت کار دقیقاً روبرو هم باشن. اون علامت هایی که زدین اگه داخلش خالی نمی کنین به این صورت. خب بعد از اینکه شما ساسون های قسمت بالای تکیه رو لحاظ کردین، حالا نوبت به این میرسه که شما بغل تکیه رو در هر دو طرف وصل کنین. بغل تکیه ما علامتمون رو زدیم به سمت پشت یه علامتی رو زدم. ببینید که این علامت بایستی سر جاش دوخته بشه. علامت سر جای منم این قسمتی که لحاظ کردم این قسمت کار منه.
که این بایستی دقیقاً همینجا باشه. پس اولین کاری که میکنم بایستی همین علامت رو بذارم روی این قسمت کارم که این دوختم از اینجا جابجا نشه و شروع کنم به دوختن، یعنی بغل تکیه رو به بالای کار دوخت زدم. همیشه هم سعی کنین اون الگویی که هلال داره زیر دست باشه و الگویی که صافه روی کار باشه. ببینید علامت زدم که این الگوی من بایستی دقیقاً همینجا تموم بشه. اینو با دستتون چک کنین چون حالت هلال داره. اگه کم و زیاد داشته شما میتونید اینو به خورده این قسمت برین، قسمت بالای تکیه، هلال بالای تکیه این کارتون. ببینید چک کنید که دقیقاً سر جاش تموم بشه. یک سمت کار رو که دوخت زدیم، حالا باز برمیگردیم این مسیر رو به سمت پشت دوخت میکنیم. ببینید این گوشه کار بایستی با این گوشه کار من تمام بشه. اگه حین دوخت کم و زیاد داشتیم به خورده هم بدیم. شما امکان که ساسونتون رو کمتر یا بیشتر لحاظ کنید روی کار هست. ببینید به این صورت ما یک طرف تکیه رو بهش دوخت زدیم به این صورت. حالا سمت مقابل هم همینطور باز مجدد بغل تکیه رو میذاریم و سمت پشت. ببینید این به سمت پشت کار منه که دقیقاً بایستی روی این ساسون دوم باشه. میذارم روش و یه دوختی رو از روش میرم. شروع و پایان هر الگویی رو هم روی الگوهاتون لحاظ کنید تا دقیقاً بدونید الگوتون کجا بایستی تمام بشه. ببینید الان من میخوام این رو از همین قسمتی که علامت زدم، ببینید روی کار علامت زدم، پس انتهای کار من از همینجاست. از همینجا من میذارم و شروع میکنم به دوخت. که الگوی هلال من زیر دستم قرار بگیره و اگر کم و زیاد قرار باشه که بیاد بایستی این به خورده هم داده بشه. ببینید چک کنیم آیا کم و زیاد داریم یا نداریم. یک ذره کمه که بایستی این رو من یکم با کشش بدوزم. این به خورد دادن ها وقتی که کاور رو تنه کار میکنین دیگه توی دید نیست. ببینید حتی توی دوختم به خورد دادن ها توی مثلا چین بیفته روی کار ایجاد نمیشه. به این صورت شما بغل تکیه رو که دوخت زدیم، حالا میریم برای دوخت دسته های هر دو طرف. ببینید چک کنید دسته داخل هر کدوم مال کدوم سمته. ببینید این تکیه جلوی کار منه، پس این دسته میفته برای این قسمت کار من از جلوی تکیه. ببینید جلوی تکیه قسمت دسته داخل که بایستی این گوشه ها با هم دیگه دوخته بشن، استوپا دقیقا سر جای هم قرار میگیرن. به این صورت شما از همین جلوی تکیه شروع میکنیم به دوخت. بغل نوار بینتون دقیقا علامت زدیم، علامت ها روی هم دیگه تمام میشه. باز این نوار بین برمیگرده به سمت پشت. ببینید دقیقا الگوها سایزها همه برابری، نه کم داره نه زیاد. پس من از جلوی کار دسته داخل رو میذارم. پس اول چک کنیم که گوشه ها دقیقا سر جاش قرار بگیره.
من الان تکیه رو دارم به دسته داخل دوخت میزنم. گوشه دقیقا سر جاش قرار گرفت. نوار بین بغل هم سر جاش قرار میگیره. و حالا نوار بین رو به سمت پشت کار دوخت میکنم تا برسم به انتهای کارم. ببینید چون الگوها دقیق و اصلاح شده است چیزی کم و زیاد نیاوردیم. اون سمت کار هم باز هم دسته رو به اون سمت کار هم دوخت میکنیم. بعد میریم سراغ نشیمن کار.